با این آموزش یکم ماینکرافت بدراکت رو شبیه به جاوا بکن. این آموزش رو اصلا دست نده. دمت گرم که منو حمایت میکنی. لایک و سابم یادت نره. بریم. شما اول از همه وارد بخش ستینگ میشین و بخش ویدیو این گزینه رو که میبینید باید بذارید رو حالت کلاسیک که شما مثلا قلباتون که بالا هست بیاد پایین و یکم بهتر بشه. که الان میبینید من بذار سروایول کنم، قلبای من از بالا راحت اومد پایین. میبینید که شبیه جاوا شد و شما میتونید به این راحتی کار رو انجام بدید. حالا ما میخوایم یه بحث دیگه انجام بدیم. اونم بحث چیه؟ بحث چستاست که مثلا اینونتوری شما خیلی بزرگه. ما مثلا وقتی یه چست رو باز میکنید بخش اینونتوریتون رو همش رو میگیره و نمیذاره شما فضای دید بازی داشته باشید. الان میبینید اینونتوری من چقدر بازه. الان من یه چست میذارم و میبینید وقتی چست رو باز میکنم دیگه اون فضای بزرگ توی دیدرس من نیست و دیگه این خیلی خوبه. میبینید که شما میتونید با یه کلیک ساده هرچی آیتم توی یه چست هست و شبیه هم هست